گاوچرانی برای کنانتر تعریف میکرد که بهترین اسب دنیا رو داره. روزی در جاده باریک کوهستانی میراندم که از زین افتادم و پام شکست. کنانتر گفت نگو که اسبت پاتو جا انداخت. گاوچران گفت نه، ولی کمربندم رو با دندان گرفت و به خانه برد و 5 کیلومتر رفت تا دکتر بیاره. کنانتر گفت خوشحالم که چنین اسب باهوشی داری و همه چی خوب پیش رفت. گاوچران گفت واقعا اینطور نشد. اون اسب لعنتی دامپزشک آورده بود، ولی از یک اسب چه انتظار بیشتری میتوان داشت؟ حتی همین هم زیاد است. تقلید یعنی اینکه تو بر اساس خود انگیختگی خودت زندگی نکنی و بر اساس تصویر، شخصیت، رفتار و روش زندگی فرد دیگری زندگی کنی. با تقلید از دیگری هر کاری که انجام بدی در جایی و به نوعی نکته رو از دست میدی و تو در یک مرحله دچار خطا خواهی شد. چون تقلید یعنی اینکه پیشاپیش زندگی کردن احمقانه رو پذیرفتی. تقلید دردی رو دوا نمی‌کنه و تو دچار مشکل میشی. پس تو باید زندگی خودتو هوشمندانه و به روش خودت زندگی کنی و تو اونقدر منحصر به فرد هستی که فقط میتونی زندگی خودت رو زندگی کنی، نه زندگی بقیه. خدا یه زندگی به تو داده تا آن را زندگی کنی. بدون تقلید زندگی کن و خود واقعیت باش که تو هدیه خدایی. اگه از این داستان خوشت اومد ویدیو رو لایکش کن.